یکی از دغدغه‌های اصلی من در این چند سال که در انگلیس زندگی کردم این بودش که چطور میشه از صفر سرمایه خودم رو اینجا افزایش بدم و بتونیم توی یک نقطه‌ای در زندگی با اون نگاه بکنم که به فاینانشال ایندیپندنس رسیدم، استقلال مالی، جایی که برای ادامه زندگی نیازی نداشته باشم که وابسته به کاری که دارم انجام میدم باشم، وابسته به اون پی استیپ خودم نباشم. و این معنیش این بودش که اینوستمنت ها و اون سرمایه گذاری هایی که انجام میدم بیاد و هزینه ها رو پوشش بده. چطور میشه یک بازنشستگی راحت داشت؟ برای این موضوع کتاب های خیلی زیادی رو مطالعه کردم، خیلی از این روش ها رو تست کردم، صدها ساعت ویدیو رو دیدم تا به این ویدیو برسم و بگم چه پلنی میشه ساخت. با من همراه باشید تا بریم ببینیم داستان چیه. من سهیل هستم و اینجا کانال سبک انگلیسی است. اول از همه خواستم تشکر بکنم بابت کامنت هایی که میذارید و دلگرمی که میدید. همشون رو میخونم، بعضیاشو خب جوابش هست بهتون میفرستم، بعضیاش هم توی ویدیوهای آینده در موردش حرف میزنم. همچنین ممنون ازتون که این اطلاعات رو با دوستای دیگه‌تون به اشتراک میذارید، گروه‌های واتساپی، تلگرامی میذارید و با همدیگه بحث میکنید و خوشحال میشم هرم بتونم بهتون توی زمینه‌ای که بتونم از دستم بر بیاد کمک بکنم. خب اول از همه بهتون بگم که من فاینانشال ادوایزر نیستم و کل موضوعاتی که توی این کانال در موردش صحبت میکنیم اشتراک گذاشتن تجربیات هست. در نتیجه شما هر موضوعی رو که میبینید باید بهتون یک نخی رو بده که اگه خواستید بیشتر در موردش بدونید حتما برید جستجوی خودتون رو انجام بدید، do your own research، و اگه نیاز دارید که جستجو نکنید، کسی رو نیاز داره بهتون کمک بکنه، برید حتما یه فاینانشال ادوایزر بگیرید که تو اون موضوع بهتون کمک بکنه. کلی اطلاعات تو اینترنت هم هست که میتونه بهتون در این زمینه کمک بکنه. به شما این اطلاعات این شکلی بگم که نگاه بکنید، هر جایی رو که دوست داشتید برید یه چک مجدد بکنید، جاهای مختلف رو ببینید که اون چیزی باشه که خودتون نیاز دارید. خب من این پلن مالی رو به این صورت بهتون میگم که مثل یک خونه هستش. ما با یک خونه ای سر و کار داریم که باید مرحله به مرحله بیس هاش رو بریزیم تا برسیم به بالا و این خیلی مهمه که بدونیم که از کجا داستان رو شروع بکنیم و چطوری این خونه رو از بیس بسازیم و بریم به بالاتر. من پیش‌فرضم تو این ویدیو این هستش که یه شخصی اومده از صفر داره میسازه و میره بالا. حالا اگه کسی خب وسطای کار هست، رفاه سرمایه هم داره، هیچ اشکال نداره. ممکنه خیلی از این فانداسیون های موجود رو هم فراموش کرده باشه، پس میتونه استفاده بکنه. همچنین من تو این ویدیو سعی کردم تمرکزم رو بذارم روی سرمایه گذاری در انگلیس، ولی خب این ویدیو میتونه برای تمام کسایی که تو کشورهای دیگه هم زندگی میکنن اپلای بشه. ممکنه یه خورده از جزئیات قوانینش فقط فرق بکنه. اولین لول و پایه‌ترین لولی که برای این پلن مالی باید بسازیم، برای این پلن سرمایه گذاری باید بسازیم، از امرجنسی فاند شروع میشه. امرجنسی فاند یا صندوق اضطراری به مقدار پولی گفته میشه که شما در یک جا ذخیره سازی میکنید و هدفش این هستش که موقعیت هایی که شما مشکل مالی دارید، موقعیت هایی که اتفاقات غیر قابل پیش بینی براتون اتفاق میفته، موضوعات مختلفی پیش میاد و خدای نکرده بالاخره یه موقع بیمارستان میرید، یه موقع هستش که توی یه ماه یهو مجبور میشید یه پول خیلی زیادی رو بدید که اصلا پیش بینی نکرده بودید. تو این جور جاها میاد و بهتون کمک میکنه. همچنین این بهتون کمک میکنه وقتی که از کارتون به طور مثال خدای نکرده اخراج شدید، 2 ماه هستش که کار نمیکنید، این بهتون کمک میکنه که تو اونجا به جای که پنیک بکنید و برید کردیت بگیرید و با هزینه خیلی بالا بخواید پس بدید اون پول رو، بتونید آرامش مالی خودتون حفظ کنید. این بخش مهمترین هدف امرجنسی فاند هستش. حالا صحبت اینه که این مبلغ چقدر باید باشه. این مبلغ باید حدود 3 الی 6 برابر هزینه های اساسی ماهیانتون باشه. حالا شما میگین هزینه اساسی ماهیانه چیه؟ هزینه های اساسی ماهیانه شامل غذا، شامل رنت یا مورگیج، بیل هایی که دارید پرداخت میکنید و همچنین ترانسپورتیشن و حمل و نقل هستش. اینا موضوعات مهمی هستش که شما اسنشال، یعنی نمیتونید بدون اینها زندگی بکنید. اینها رو با هم دیگه جمع بکنید. اگه تا حالا این کار رو انجام ندادید، برای 1 ماه یا پیشنهاد میکنم 1 الی 2 ماه حداقل بنویسید اینا رو، یه اوریج و یه میانگینی بگیرید، ببینید که چقدر دقیقاً بابت اینا هزینه میکنید. شاید شما بیشتر از این هزینه ها رو دارید توی یه اپی جایی وارد میکنید، میتونید برید از اون استفاده بکنید. ما وقتی در مورد 3 الی 6 ماه میگیم، بستگی به این هست که چه ریسکی رو میتونید تحمل بکنید. به طور مثال اگر شما کسی باشید که کارتون خیلی پایدار نباشه، یعنی چی؟ مثلا شما فریلنس باشید یا کانترکتور باشید، بالاخره کاری رو انجام میدید که بر اساس قرارداد 6 ماه هست، ممکن 6 ماه دیگه نباشه. در این صورت شما حتی باید اون 6 برابر این هزینه هایی که داریم صحبت میکنیم رو برسونید به 9 ماه، برای اینکه بتونید اون بافر لازم رو توی یک قضیه بسازید. حالا صحبت اینه که خب این پول کجا نگه داریم؟ برای اینکه این پول رو بخواید ذخیره سازی کنید، بهترین حالت اینه که یک سری سیوینگ اکانتی رو داشته باشید. سیوینگ اکانتی که با
اینستنت اکسس باشه دقت بکنید. نه یه موقع مثلا سیوینگ اکانتی انتخاب بکنید که هر 3 ماه یک بار میتونید ویدرا بکنید. این پول باید اینطور باشه که همین الان بهتون گفتن که عمو جون من الان این پولو میخوام 1000 پوند، همون لحظه باید داخل حسابتون بیاد. اینقدر اهمیت داره. به خاطر همین به هیچ عنوان در جایی نذارید که حتی ممکنه 2 روز یا 3 روز طول بکشه تا پولتون رو از توش در بیارید. برای اینکه این پول رو قرار بدید هیچ نیازی به ISA اکانت هم ندارید. نرید یه موقع مثلا کش آیسا انتخاب بکنید. آیسا رو میتونید برای موارد خیلی بهتری استفاده کنید. شما توجه داشته باشید که توی هر سال شما یک سری تکس الونس دارید روی سیوینگ های خودتون که میتونید بیاید از اون 500 یا 1000 پوندی که دارید استفاده بکنید و هیچ نیازی هم به تکس بر اساس قوانین مالیاتی فعلی 2024 25 فعلا نداره. من یه مثالی میزنم. اگه شما بیاید حساب بکنید که این مقدار امرجنسی فاندتون 10,000 تاست و 4% سود سیوینگ باشه، این میشه 400 پوند در واقع توی یک سال. اون 400 پوند بر اساس قوانین موجود الان تکس الونس شما حساب میشه، هیچ نیازی به تکس براش ندارید. پله دوم از این پلن مالی طرح بازنشستگی یا پنشن استیت هستش. پنشن استیت به این صورت هستش که به طور حداقلی شما 5% پرداخت میکنید از درآمدتون، 3% هم به طور مثال اون شرکتی که شما واسش دارید کار میکنید پرداخت میکنه و جمع این میشه اون پولی که شما در واقع سرمایه گذاری میکنید و یک صندوقی سرمایه گذاری میشه که شما نمیتونید هر لحظه بهش دسترسی داشته باشید. وقتی رسید به سن بازنشستگی توی اون زمانی که بهش برسه، اون وقت میتونید شما بیاید و این پول رو برداشت بکنید. ولی یکی از موارد خیلی خوبی که این داره این هستش که شما تکس ریلیف دارید. یعنی اون پولی که شما دارید پرداخت میکنید برای این پنشن از فیلتر تکس عبور نمیکنه و این معنیش اینه که اون 5% هم که مثلا خودتون میخواستید پرداخت کنید در واقع میشه 4% داستان. یه مثالی بهتون بزنم. فرض بکنید اگه من میخواستم که 100 پوند رو به عنوان پنشن خودم توی این پنشن استیت قرار بدم، اولا به خاطر اینکه این مبلغ تکس ریلیف میخورد کافی بود من 80 تا بدم، 20 تاش از طریق تکس ریلیف میومد، 60 تاش رو هم شرکت میذاشت، در مجموع 160 پوند در واقع من سرمایه گذاری کردم و این 160 پوند دقت بکنید که من 80 پوند داشتم، 80 پوند داشتم، 160 پوند اومد داستان. شما کدوم نوع سرمایه گذاری رو میتونید انتخاب بکنید که بهتون اینقدر نسبت به شما سخاوتمند باشه؟ این یکی از موارد خیلی کانتروورشال و بحث برانگیز برای خود من بود که من حتی برای یه مدت کوتاهی قطعش کردم و دوباره شروع کردم و الان بهتون توضیح میدم که چرا اشتباه میکردم در موردش. اولین موضوع اینه که گفتم اینو در نظر بگیرید شما هر پولی بدید اون پول تقریبا الان با این محاسباتی حالا مثالی که زدم مثلا 2 برابر میتونه بشه و از تکس ریلیف استفاده میکنه. یه موضوع دیگه که اینجا وجود داره اینه که شما هم این وقتی که حالا الان دارید تکس رو نمیدید درسته، ولی وقتی که مثلا سن بازنشستگیتون برسه اون وقت اگه بخواید این پول رو بردارید 25% رو تا یک سقف مشخصی میتونید بدون هیچ گونه پرداخت تکسی ورش دارید و بقیه‌شو بابتش باید تکس بدید. اما اگر شما این رو به عنوان پولی حساب بکنید توی این پلن که قراره نه یک جا نگیرید، به غیر از اون 25% قراره شما تیکه تیکه حالا طی 10 سال 15 سال این پول رو بگیرید، چون شما توی اون زمان به احتمال خیلی زیاد در منبع درآمد زیادی ندارید، بازنشسته دیگه منبع درآمد متفاوتی ندارید، میتونید از پایین ترین مقدار در واقع تکس ریت استفاده کنید، در حالی که اگه الان این کارو انجام بدید ممکنه شما اصلا تو های ریت باشید و مجبور بشید با 40% مثلا این پول رو برداشت بکنید. ولی وقتی که شما تو اون زمان دارید برداشت میکنید و تیکه تیکه دارید طی چند سال اینو برمی‌دارید، این موضوع به حداقل ممکنش میرسه. یکی از چیزهای دیگه که من در مورد پنشن استیت اصلا دوست نداشتم و بعد فهمیدم که میشه تغییر داد این هستش که شما میتونید کنترل داشته باشید به اینکه این پولی که شما دارید تو این صندوق میذارید چه شکلی قراره مصرف بشه، چه شکلی قراره سرمایه گذاری بشه. خود من کسی هستم که ریسک پذیریم بالاست و ترجیح میدم که پولی که میذارم بیشتر بره توی استاک سرمایه گذاری بشه، بره روی یک سری موچال فاندها سرمایه گذاری بشه، بره روی ایندکس فاندها سرمایه گذاری بشه. ترجیح نمیدم بوند مثلا داشته باشم، مثلا سهام دولتی داشته باشم در حال حاضر. حالا ممکنه اگه مثلا 10 سال دیگه بگذره اینو بالانسش رو عوض کنم، ولی معمولا همه افراد توی یک سری دیفالت اسکیم قرار دارن وقتی شما تو پنشن اسکیمتون هستید که خب شاید خیلی بازدهی بالایی رو نداشته باشه، ولی شما اگر آگاهی لازم رو داشته باشید و بدونید دارید چیکار میکنید، میتونید بیایید و این فاند رو تغییر بدید و بذارید بر اساس اون چیزی که خودتون فکر میکنید درسته و بر اساس ریسک پذیری خودتون این رو تغییر بدید. خب از این مرحله که بگذریم میرسیم به لول بعدی داستانمون که بعد از صندوق اضطراری و طرح بازنشستگی هست و اون چیزی نیست جز لو کاست ایندکس فاند، صندوق شاخصی که کم هزینه باشه.
حالا در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ خب شما میتونید یک حالتی هستش این که شما میتونید برید توی بازار بورس و میتونید برید سهام شرکت مثلا اپل رو بخرید، سهام شرکت تسلا رو بخرید، درسته؟ یا هر شرکت دیگه، شرکت بزرگ یا کوچیک. ولی این شرکت ها شما ازشون خبر ندارید که اینا پرفورمنسشون تو طول زمان چه شکلی میشه. آیا قرار بالاتر بره، قرار پایین بره؟ اصلا ممکنه یک شرکتی قبلا مثلا مثل شرکت زیراکس، شرکت خیلی بزرگی بود، بسیار مطرح بود شعرش، ولی خب الان به اون اندازه توی بازار نیست. در نتیجه اگر شما اون سهامشو خریده بودید الان تقریبا نمیگم بدبخت شده بودید، ولی دیگه سود آنچنانی دیگه الان تو داستان نداشتید. در نتیجه شما نمیتونید بازار رو پیش بینی کنید. هیچ کسی نمیتونه از اینکه اون سهامی که شما میخرید قیمتش چقدر میشه اطلاع داشته باشه. حالا برای اینکه این قضیه رو حل بکنید و بتونید سرمایه‌گذاری مطمئنی داشته باشید، شما میتونید بیاد از ایندکس فاند ها استفاده کنید، مثلا مثل S&P 500. این چه شکلی کار میکنه؟ شما توی ایندکس فاند به جای اینکه یک سهم رو بخرید، میایید مثلا 100 پوند رو میذارید و بر اساس یک شاخص، مثلا 500 شرکت برتر آمریکا، میاد این 100 پوند شما رو بین اینها توزیع میکنه که مثلا میشه 2% اپل، مثلا میشه 3%ش به طور مثال واسه انویدیا و الی آخر که میشه مثلا 500 تا شرکت برتر آمریکا. این پول شما بین این توزیع میشه و بر اساس تغییرات بازار این دیستریبیوشن شما بین اینها افزایش تغییر میکنه. مثلا اگر یه شرکتی وضعیتش خیلی خراب بشه، اصلا از 500 شرکت در بیاد، شما دیگه سهام اون رو نخواهید داشت توی مثلا سال بعدی. و بر اساس این روزانه و حالا این بر اساس اینکه این ایندکس چه شکلی کار میکنه تغییر میکنه و آپدیت میشه. مثل اینکه شما اینجا بغل استراحت دارید میکنید و بر اساس اینکه چه شکلی داره بازار تغییر میکنه، پول شما با کمترین ریسک ممکن، دقت کنید نمیگم بدون ریسک، با کمترین ریسک ممکن داره اونجا سرمایه گذاری میشه. حالا اگر شما این سرمایه گذاری رو به این صورت انجام بدید که هر ماه ریگاردلس، بدون توجه به اینکه قیمت اون سهام ETF تون چیه، S&P 500 میخواد باشه 82 پوند، میخواد باشه ماه بعد میخواد 92 پوند باشه، اگر هر ماه این کار رو انجام بدید به صورت کانسیستنت و این سودش هی برگرده توی این در واقع صندوقی که دارید، طی یه مدت زمان بلند مدت، مثلا بین حداقل 5 سال و بالاتر، شما یک سرمایه خیلی خوبی رو میتونید بسازید. اگر شرایط دنیا برقرار باشه، بمب اتمی نیفته و زندگی طبق روال خودش ادامه داشته باشه، شما برای این کار نیاز به حداقل تجربه دارید، چون شما دارید میسپارید به یک الگوریتمی، به یک ایندکسی که بر اساس اون بیاد این توزیع رو برای شما انجام بده. حالا این صندوقایی که میتونید خریداری بکنید و بخرید، و یا به این سهام ها بهتره بگم میتونید بخرید، بهش میگن ETF، صندوق قابل معامله به فارسیشه. شما حالا میایید بر اساس اون خریدتون رو انجام میدید و این پورتفولیو خودتون رو طی زمان میسازید. حالا اگه شما بیایید این پول رو، این در واقع ETF های خودتون رو داخل ISA اکانت ها بذارید که یک حالت در واقع یک صندوق های محافظت شده از مالیات هستن، تا 20,000 پوند در سال برای هر پولی که وارد میکنید نیاز به هیچ گونه مالیات ندارید. نه مالیات بر عایدی سرمایه کپیتال گین دارید، نه مالیات بر دیویدند ها دارید، هیچ گونه مالیاتی ندارید، از همه چی مبراست و هر چقدر رشد بکنه داخل اینجا اون پول شما باقی میمونه. یعنی مثلا پول وارد کردیم 20,000 شده مثلا 40,000، مهم نیست، شما اون 20,000 تا رو وارد کردید و بقیه‌اش برای شما مثلا طی 5 سال 6 سال سود بوده. حالا اگه 2 نفر هم باشید میتونید 2 نفر با هم دیگه جوین بکنید بشین مثلا 40,000 در سال، اگه خیلی علاقه دارید که بتونید در واقع اینجا رشد بدید پولتون رو، که بازم میشه. این موضوع جزئیات بیشتری هم داره که من در یک ویدیو دیگه کامل توضیح دادم، میتونید از این بالا نگاه بکنید، توی دسکریپشن هم میارم براتون. بخش بعدی سرمایه گذاری شما در انگلیس از رزیدنشال پراپرتی یا خونه مسکونی که توش زندگی میکنید میگذره. وقتی که شما تونستید به اندازه 10 تا 15% دپازیت یه خونه رو داشته باشید، بهترین راهکار این هستش که برید و اون رو برای خودتون شروع بکنید برای خرید خونه. حالا بعضیا ممکنه بگن که خب با 5% هم میشه گرفت. آره با 5% هم میشه گرفت، ولی نتیجه مالی مناسبی رو بهتون نخواهد داد و شما رو در یک دوم و یک چرخه بسیار بزرگی از کردیت قرار میده. تا جای ممکن سعی بکنید که این کار رو انجام ندید و تا وقتی به 10 حداقل یا 15% نرسوندید اصلا وارد این بخش نشید و مثلا سرمایه خودتون رو توی چیزای دیگه داشته باشید. حالا خیلی‌ها دارن میان میپرسن که آیا اصلا این خرید خونه یک داراییه، یک استه یا یک بدهکاری و لایبیلیتیه؟ چطور میشه این رو دید؟ من میگم به اون خونه که خودتون دارید میشینید داخلش، اگر این جزئیات رو داشته باشه تا حد خیلی زیادی میشه توی بازی اسست قرار داشت. اما این ویژگی ها چی هستن؟
اولین ویژگی این داستانی که شما نباید بدید خونه خیلی گرون قیمت و لوکس رو بخرید، حتی اگه توان مالیش رو دارید، حتی اگه اونجا مثلا میگه که لندر میتونه مثلا تا 800 هزار تا بهتون بده، تا 1 میلیون پوند بده، نباید بچسبونین به سقف و 1 میلیون پوند رو بدید. باید به این فکر کنید که آیا من اصلا به خونه 1 میلیون پوندی نیاز دارم؟ اصلا من به این که یک اجاره مثلا 5000 پوندی قبلا میدادم که بخوام الان این کارو بکنم. و همچنین باید توی بازه درآمدی شما باشه، یعنی باید نگاه بکنید که چقدر از درآمد ماهیانتون قراره بدید به این مورگیج. یه وقت اگه بخواید مثلا 60% اون درآمدتون رو به اون بدید و هیچی واسه چیزای دیگه نذارید، خب این روش خیلی خوبی نیست و همچنین معنیش اینه که شما توی کردیت خیلی بالایی هم در واقع دارید پرداخت میکنید. دومین نکتهش همین موضوعی بود که گفتم، حتما باید 10 تا 15% حداقل دپازیت داشته باشید. ایدئالش اینه که بتونید تا 30% داشته باشید اگر بخواید از من بپرسید تو چه حالت بهترین حالته. ولی خب میدونم سخته، مخصوصا الان که این درصد درآمدها و دپازیت اصلا با هم دیگه نمیخونه. به خاطر همون اگه حتی 10% هم برسونید فوق العاده است. از سمت دولت هم مواردی وجود داره که باعث میشه که خونه‌ای که خودتون توش میشینید و خونه اولتون هم هستش به عنوان یک asset بشه استفادهش کرد. یکی از موارد این هستش که شما بابت افزایش سرمایه خودتون توی اون خونه هیچ کپیتال گینی نمیدید. یعنی که مثلا خونه که دارید الان 400,000، این 400,000 مثلا بعد از 10 سال شد 600,000 تا. شما بابت این 200,000 تایی که اضافه شده به دولت هیچ مبلغی پرداخت نمی‌کنید. البته شرایط استثنا داره که اونو باید به سایت دولت چک کنید. یکی از موارد دیگه هم که الان چند دقیقه پیش گفتم نباید برید دنبال خونه‌های لوکس و این اگر این کار رو انجام بدید دولت هم به شما کمک میکنه، به خاطر اینکه برای خونه‌هایی که کمتر از 425,000 پوند هستش استمپ دیوتی یا همون مالیاتی که برای خرید خونه دارید میدید صفره. از سال بعد یعنی از اپریل این ترشولد صفر میرسه به 300,000 تا، یعنی اگر بیشتر از 300,000 تا باشه باز بابتش در واقع بابت اون مبلغی که بیشتر از اون هستش مالیات پرداخت میکنه. ولی خب تا اپریل 2025 این موضوع تا 425 صفر است. خب برید و بالاخره اگه دوست داشتید خونه خودتون رو بخرید. بخش بعدی سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک هستش. اولین چیزی که باید بهتون بگم اینه که سرمایه‌گذاری پر ریسک برای هر کسی نیست. من اینو به هر کسی توصیه نمی‌کنم. در نتیجه اگر اطلاعات کافی در موردش دارید حتما وارد بشید. اگر ندارید هیچ نیازی نیست بهش وارد بشید. همچنین موضوع دیگه که می‌خوام بهتون بگم اینه که وقتی می‌خواید وارد های ریسک اینوستمنت بشید، حداقل 1 سال درآمد خالص خودتون رو توی صندوق شاخص کم هزینه داشته باشید. یعنی اگر این رو نداشته باشید مستقیم بخواید وارد سرمایه گذاری پر ریسک بشید، خیلی پلن خیلی شیکی و لرزونیه. من بهتون پیشنهاد نمی کنم و ممکنه که دچار دردسر بشید. حالا خب همه اینا رو گفتم، این سرمایه گذاری پر ریسک یعنی چی؟ یکی از چیزهایی که هستش میتونه در واقع سهام شرکت‌های استیبل باشه، استیبل کامپانیز شیر میتونه باشه که حالا مثلا یکی از اینها میتونه مگنیفیسنت 7 باشه، مثل اپل، مایکروسافت، آمازون، الفابت، متا، انویدیا و تسلا. اینهایی که در واقع سهامشون به نسبت سهام‌های دیگه از پایداری بیشتری برخورداره، ولی خب به نسبت اونها هم رشدش مثلا یهویی خیلی زیاد و کم نمیشه، معمولا خیلی آروم آروم رشد میکنن. ولی حتی این شرکت‌های استیبل هم وقتی شما دارید خرید میکنید بازم در موردش دارید ریسک نسبتا بالایی رو تحمل میکنید. بخش دوم میتونه اسمال کامپانیز استاک باشه. مثلا شما برید از یه شرکتی که به نسبت کوچیک‌تره و ناشناخته‌تر هست استقبال بکنید، بدون اینکه فکر میکنید آینده خیلی درخشانی در انتظارش هستش. بخش دیگه از این نوع اینوستمنت ها میتونه کریپتو باشه. مثلا شخصی ممکنه این رو پولش رو در قالب کریپتو نگهداری کنه یا اتریوم نگهداری کنه. خب اینم خودتون خبر دارید که چقدر بالا پایین شدنش زیاده، چقدر این جامپ هایی که داره و فلکچویشن هایی که داره تو طول زمان زیاد هستش. و روش های دیگه ای هم وجود داره بابت این های ریسک اینوستمنت، مثل ونچر کپیتال تراست، ریل استیت اینوستمنت تراست و موارد دیگه ای که توی این صفحه میتونید شما ببینید. من در مورد جزئیات اینها نمیگم بیشتر از این، ولی اگر خواستید توی کامنت ها بگید که تا در مورد هر کدوم از اینها یا مجموعه این های ریسک اینوستمنت ها صحبت بیشتری باهاتون داشته باشم. یکی از نکته‌های اساسی که باید بهش توجه بکنید این هستش که درصد بین صندوق شاخص کم هزینه و اون سرمایه گذاری پر ریسکتون باید 90-10 باشه. یعنی باید سعی بکنید بیشتر از 10% رو وارد سرمایه گذاری پر ریسک نکنید و 90% رو توی صندوق شاخص کم هزینه بذارید. دلیلش اینه که من باز هم میگم ممکنه این سهامی رو بگیرید 6 ماه دیگه اصلا اون سهام 2 برابر بشه، ولی مثل همون چیزی که دارید میبینید ممکنه اون سهام دقیقاً نصف هم بشه. شما فکر نکنید که غیر ممکنه. خیلی از سهام‌ها بودن که پود شدن توی بازار بعد از یه مدت. در نتیجه شما
اگر ندونید که دارید چیکار انجام میدید و حتی اگر بدونید چیکار انجام میدید اتفاقاتی تو بازار بیفته، اون سرمایه‌گذاری پر ریسکتون ممکنه شما رو دچار دردسر بکنه. در نتیجه بیشتر از 10% وارد نکنید و وقتی هم وارد بکنید که مطمئن باشید که دارید چیزی که می‌خرید درسته. از فاینانشال ادوایزر کمک بگیرید، اطلاعات بازار چک کنید و بعدش انجام بدید. و در نهایت یک موضوع دیگه‌ای هم که اینجا وجود داره، ویلث جنریتورهای شما هستن. ویلث جنریتورها چیزهایی هستن که باعث میشن که شما به غیر از درآمد اصلی که دارید بتونید درآمدزایی بکنید. معمولا اینها چیزهایی هستن که مثلا سلف ایمپلویمنت هم، حالا میگم حالا دقیقاً یک کار مجزای سلف ایمپلویمنت، ولی چیزهایی هستن که به عنوان یه سایت پروژکتی هستن و شما دارید استفاده میکنید. مثلا میتونه فروش محصولات در آمازون و ایبی باشه. به طور مثالی دیدید که فرش ایرانی به یه طرح خاصی خیلی علاقمند ممکنه داشته باشه، شما بیاید توی خونه خودتون فرش درست بکنید بفروشید. مثلا میگم، یا نمیدونم بیاید سفال درست بکنید بفروشید. یا میتونه ساخت محتوا باشه، مثلا یه بلاگر بشید، یه یوتیوبر بشید، یا مثلا یه سری کورس‌های آموزشی بسازید، حالا فارسی یا انگلیسی، و اونها رو به فروش برسونید. اینها هم به نوع خودش یک سری ویلث جنریتورها واسه شما میتونه باشه. یا میتونید یک اپی رو بسازید، یک سرویسی رو بسازید و اشتراک اون رو بفروشید. همچنین میتونه معنیش این باشه که شما یک بیزنسی رو ران بکنید در کنار حالا کاری که دارید انجام میدید. میتونه مثلا یک کافه‌ای داشته باشید، یا رستورانی داشته باشید، یا هر چیز دیگه که بهش علاقمند هستید. یا میتونه در نهایت این باشه که شما یه خونه دومی رو بگیرید و از هزینه به طور مثال اجارهش استفاده کنید. اینها نمونه‌هایی بود از اینکه این ویلث جنریتورها چیها میتونن باشن. حالا یک دقتی به داستان بکنید، بعضی از این چیزهایی که گفتیم در مورد ویلث جنریتورها، مثلا ران کردن یک بیزنس، ممکنه یک هزینه اولیه داشته باشه. شما ممکنه نیاز داشته باشید 50,000 تا اول داشته باشید، نمیدونم 40,000 تا اول داشته باشید. اینها رو یا میتونید برید و کردیت بگیرید اگر اون درصدی که داره کم باشه، یا میتونید شما از همین سرمایه‌گذاری هایی که صحبت کردیم، صندوق های شاخص کم هزینه یا سرمایه‌گذاری های پر ریسک، یا حتی طرح بازنشستگی، بعد از اینکه به دوران بازنشستگی رسید و تونستید اون 25% رو بدون هیچ در واقع تکسی بیارید بیرون، استفاده بکنید و برید روی هر کدوم از این سرمایه‌گذاری هایی که دارید استفادهش بکنید. خب این پلنی بود که می‌خواستم با شما به اشتراک بذارم. نظر شما چیه؟ چه راهکارهای دیگه‌ای دیدید که باهاش میشه سرمایه‌گذاری تو انگلیس رو انجام داد و سرمایه رو افزایش داد؟ من خودم خیلی مشتاق هستم که نظرات شما رو بدونم و همچنین دوستای دیگه‌تون هم میتونن ازش استفاده بکنن. همچنین این ویدیو رو برگردید به نقطه ابتداییش و هر جا که نیاز دارید مجزا نگاه بکنید، چندین بار نگاه بکنید تا متوجه بشید داستان چیه و بعد سرچ‌های خودتون رو انجام بدید، جستجو بکنید در مورد هر واژه‌ای که هستش. همچنین هر سوالی هم داشتید بپرسید تا جایی که بدونم میتونم بهتون کمک بکنم. تا قسمت بعدی، خداحافظ.